من حالا در درآمدگاه جماعت واروخ قرار دارم. شاهدان میگن روز 16 سپتامبر مناقشه مسلحانه بین نظامیان دو کشور هستند در همین منطقه رخ داده است. آینه ها و دیوارهای شکسته خانه و مغازه های اطراف آن دلالت از آن حادثه میکند. راه از دهه خواجه علای جماعت چارکوه تا جماعت واروخ حدوداً 5 کیلومتر است. هرچند در روز مناقشه و بعد آن رسما راه بین دهه قرغیزتبار آقسای بسته نبود، ولی ساکنان میگن برای احتیاط خود و نزدیکان نمیتوانستند از این راه گذرند. فراغت جمشید و در محله زندگی میکند که با دهه قرغیزتباران همسایه است. و میگوید چندین روز نتوانست به حولیش بیاید چون که اطراف خانه‌اش را نظامیان دو جانب احاطه کرده بودند. یک هفته است که نمودیم. وای آن همسایه های گفتیم گفتن که او دیوار هم سولدتا نموندن بودن که نداره اولاد وزن گفته. من که همین تا باید که تنج گفت اومده خبر گرم گفت اینجا هم شکستگی و در بینم که تا جاموند که یک جوان بود اور دننده شکستگی جوانی کلونی کلیم بود. وای اواره همین تا بایم در موندم جوش بیو با این در نوماشم تا قلب کرد قلبش کشود موندم کی یک سرپناه کار خدا خیریت بالاهای هم بینم همه تیر بارو خدا نگه دارد اگر همونجی بینم پری تیر خدا که یک حادثی سوختار نشود و تنجی تایید کن. اساساً ساکنان محله تاجیکان جماعت آسیب دیدند. ساکنانش خانه و در خود را گذاشته به حوله پیوندانش گریختند. من هم خانی پاییننده بودم تیر فرانیش من مشاهده کردم. خانی من همین خیلی ضرر دید که من تمام شما شاهدی زنده من همین شیفرو نیست. تنکای زدگی. اگه خودنی خانه من تیر گذاشتگی. این خانواده گریختند یا بعدی تیر اندازه گریختند. شتن نیم امکان نبود شتن. کن هر که نروایتون گفتن نه اومدیم دی ترسیده. نه با بهم همه جا تنجی با زندگی ما خریشته بکن خدا و شکر تنجی. در مناقشه اخیری مرزی در محله تاجیکان جماعت واروخ چندین حوله های تخریب شده و سوختند که صاحبانشان در مهاجرت مهنتی قرار دارند. این حوله ها را یک جوی و یا یک کوچه از دهه قرغیزتباران جدا میکند و به گفته ساکنان اینجا آن روز این منطقه قصداً مورد هدف قرار گرفته است. ساکنان میگویند چندین روز مال و کالا نیز از مرکز به این منطقه نمی آمد و آدمان ذخیره های خود را استفاده میکردند، ولی به مشکل نیز دچار شدند. من تا سالارکام بودن کو کردم و غفروسا. از سه روز من لیش ما خودم سالارکام کی برکمند کم بود. از سه روز کار نکردم. من با خداش که راو نقش شد من با سالارکام اومد با کاسدم خلق بسودم و واسودم خدمتشان البته. هرچند مقامات درباره کشته شدگان این منطقه رسما اطلاع نمیدهند و گفته شاهدان 2 نفر از واروخ به هلاکت رسیدند. یکی ساکن محله نزدی سرحدی پیرو شاه حسنوف و دیگری مراجان یوسفوف ساکن 58 ساله و کارمند وزارت کارهای داخلی بوده است. پدرم در امانی همین دیه کار میکردن. سرجان بود زبانشون. روز چهارشنبه بار یکم که همین نوخوشی سر زد رفتگی بودن جای کاربا بعد همون دیگه خونه برنگشتم. روز جمعه بعد از عبید مثل فلوکت رخ داد. از همین طرف چپشون سنایپر کتی زدگی و نیسی بارخ میبرن که همین فلوکت رخ میدید جانشون از دست میکنن. در درگیری‌های 14-17 سپتامبر امسال از دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم میکنند.